آل سعود در طول این مدتی که بالاخره این زمامت و ولایت حجاز و نجد را به عهده گرفتن و در خدمت حرمین شریفین هستند، جز آبادی، جز توسعه، چیز دیگر انجام ندادن. شما چه کار کردید توی این 36 سال؟ شما قبرستان را آباد کردید، اینها حرمین را آباد کردن. این توسعه جالبی که الان شما دارید میبینید، در هفته گذشته من درس کردم که آقایون حتی ندیدند، نه حتی رهبر کنونی، آقای خمینی هم این توسعه را ندید، آقای خمینی هم این اماکن را ندید، اینا ندیدن که بهش اعتراف کنند. بنابراین این مسئله فقط حسد را از شما معرفی میکند و میرساند، و الا که الان آل سعود شاهکار کردن، در توسعه حرمین شریفین سنگ تمام گذاشتن، ولی شما در توسعه و آبادی قبرها و بارگاهها و گنبد درست کردن و